سلام دوستان عزیز. امروز من میخوام یه نمونه اشاپ نشونتون بدم. هم بهش اشاپ میگم، هم شال 3 گوش. نمونهش امروز من میبافم تا شما متوجه بشید. اگه دوست داشتی انجامش بدید. اولی کار 6 تا زنجیره میزنیم. یه پای بلند زنیم، دو تا، سه تا. یه زنجیره بینش میزنیم، یکی، دو تا، دو تا، سه تا. دو تا زنجیره میزنیم، سه تا زنجیره جا میذاریم و 2 مرتبه 3 تا پای بلند. یه زنجیره بینش میزنیم، 2 مرتبه 3 تا پای بلند. برمیگردیم، یه بس بزنیم، 2 مرتبه تو اون خونه دیگه شم یه بس میزنیم، یکی، 2 تا، 3 تا زنجیره. میشه یه پای خوب، 2 تا، 3 تا زنجیره، یکی، 2 تا، 3 تا. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، 2 مرتبه تو اون خونه که 6 تا بود یه پای بلند میزنیم، 2 تا، 3 تا، یه زنجیره، 3 تا 2 مرتبه کنارش. برمیگردیم، 2 تا بس میزنیم، 1 2 3 تا زنجیره، یه پای حساب میشه، 2 تا، 3 تا، یه زنجیره بینش، 2 مرتبه 3 تا کنارش. در اصل این کنارها 6 تا، تو هر پایه 6 تا زنجیره میخوره، منتها زنجیره پای بلند، منتها یکی بینش زنجیره بینشه، 1 2 تا 3 تا. بین این که باز مونده بود ما یه زنجیره میزنیم، 1 2 3 تا، 2 مرتبه تو همین خونه آخر که 3 تا بوده، 3 تا اولیش میزنیم، یه زنجیره بینش میزنیم، 3 تا 2 مرتبه که این در اصل میشه 6 تا پایه. و هر رجی که بر میگردیم باید 3 تا بس 2 تا بس بزنیم تا زنجیرمون آزاد بشه، بریم تو خونه اول. 3 تا زنجیره میزنیم، در اصل 3 تا زنجیره یه پای حساب میشه، 2 تا 3 تا، 2 تا زنجیره میزنیم، کنارش 2 مرتبه 3 تا پای بلند. یک دو سه تا. اینجا بین یه زنجیره پای کوتاه میزنیم، 2 مرتبه 3 تا زنجیره، یه پای کوتاه این طرف. هر رجی که رفت و برگشت میشه این کنارها اضافه میشه.
این گوشه ها 3 تایی میخوره و این وسط هم اضافه میشه. در رجی که برمیگردیم یکی این طرف یکی این طرف اضافه میشه و این گوشه هاش باز میشه. وقتی میخوایم بیان تین باید حتما بس بزنیم تا به پایه نزنیم. 1 2 3 تا زنجیری که میزنیم یه پایه حساب میشه کنار کار. 2 تا 3 تا 2 تا زنجیری بینش 2 مرتبه 3 تا پایه. به همین ترتیب مرتبه این 3 گوش اینجا این طرف و اون طرف 3 تا میخوره و وسطش اضافه میشه. سه تا زنجیره میزنیم یه پایه کوتاه. 2 مرتبه 3 تا زنجیره میزنیم و پایه که 6 تا پایه بلند میخوره. بینش 2 تا زنجیره، هر 3 تایی که میخوره 2 تا زنجیره، 2 مرتبه 3 تا کنارش. وقتی برمیگردیم اینجاست که باید بس بخوره. بس میزنیم تا بریم توی خونه اصلی. 1 2 3. اگه زنجیره ها بلند بود 2 تا میتونیم 2 تا زنجیره بزنیم. 2 3 تا 2 تا زنجیره 3 تا پایه بلند و 3 تا زنجیره یه پایه کوتاه. 3 تا زنجیره یه پایه کوتاه. زنجیره یه پایه کوتاه. 3 تا زنجیره و 2 مرتبه 6 تا پایه بلند. اینا برمیگردیم میتونیم تا 1 متر هم ادامه بدیم. هی رفت و برگشت بکنه و اینجا همش همین 6 تا اینجا میخوره، 6 تا اینجا و این وسطی که اضافه بشه تا این به این حالت در میاد و میتونید 1 متر ببافیم. بعدم ریشه برای شرابه درست کنین و ادامهش بدین تا هر جایی که دوست داشتین اندازش. انشاءالله جلسه بعدم اینو آموزش میدیم. خیلی بافته قشنگه. نمونهشو که ببافین بعد میتونید رو هر چیزی که میخواین، رو بلوز، ژاکت، رو هر چی که دوست دارید میتونید این نقشو بذارید. خیلی نقش قشنگی.